روی دولای بسته قد مانتو رو علامت میزنیم. هفت سانت داخل، 3 سانت پایین یقه پشت، 13 سانت برای سرشانه علامت میزنیم. 3 سانت برای شیب سرشانه پایین میایم و سرشانه رو رسم میکنیم. 24 سانت برای خط سینه پایین میایم. 12 سانت برای خط کارور پایین میایم. روی خط کارور 1/2 کارور پشت رو علامت میزنیم. روی خط سینه 1/4 سینه رو علامت میزنیم و یه خط مستقیم میکشیم. دوباره 5 سانت بیرون، 5 سانت بالا هلال حلقه رو رسم میکنیم. برای پیدا کردن خط کمر در قسمت پشت از سینه تا کمر قسمت جلو رو اندازه میگیریم. هر اندازه شد منهای اندازه پنس کنفور میکنیم. الان برای من 25 بود، منهای 5 سانت پنس کنفور میکنیم، میشه 20. از سینه 20 سانت میایم پایین، خط کمر رو رسم میکنیم. حالا روی خط باسن 1/4 باسن رو پیدا میکنیم و به خط سینه وصل میکنیم. از خط کمر 3 سانت داخل میشیم و خط پهلوها رو به صورت هلال وصل میکنیم. دوباره روی پای لباس 1/4 باسن رو علامت میزنیم و به خط باسن وصل میکنیم. هر اندازه برای فونی لباس در جلو اضافه کردم همون رو در پشت هم اضافه میکنم و لباس رو فون میکنیم. برای ساسون پشت از خط سینه و خط کمر و خط باسن از وسط پشت 11 سانت داخل میشیم، یه خط میکشیم. روی خط کمر از هر طرف 1.5 سانت میایم بیرون و ساسون رو رسم میکنیم. این ساسون هم مثل قسمت جلو با سوزن کپی میکنیم. برای این قسمت ها 1 سانت و برای پهلوها 4 سانت جای دوخت میذاریم و برش میدیم.